محب الله بارگزی رئیس بخش عاجل شفاخانه جمهوریت حدود 18 روز می شود که از سراحی خواجه بغرا در حوزه 15 امنیتی شهر کابل ربوده شده است. باشندگان این بخش کابل و همسایه های آقای محب می گویند که او در چند صد متری خانه‌اش درمانگاه دارد و حوالی ساعت 9 شب هنگامی که به سوی خانه‌اش می رفت ربوده شد. کارمند دولت بود، یک دکتر بود. اینو باید بازخواست دولت کنه. ارگان‌های دولتی باید بازپرسی کنه از این. 18 روز میشه که اینا سر درکش نیست و این امنیت قانونی دولت هیچ با پرسپال از اینها کدام عکس العمل نشان نداده. وزارت صحت عامه میگوید محب الله بارگزی در حالی که در شفاخانه جمهوریت کار میکرد در دوره اوجگیری ویروس کرونا رئیس شفاخانه علی جناح شد و مسئولیت مبارزه با ویروس کرونا را در این شفاخانه به عهده داشت. هیچ نقصی، هیچ جرمی جز صداقت، تعهد و تخصص نداشت و نداره و امکان نداره شهروندی به شفاخانه جناح مراجعه کرده باشه و دکتر محب به خاطر اخلاق نیکش نشناسه. باشندگان کابل مسئولان امنیتی را بر ناتوانی و بی‌برنامگی در تامین امنیت پایتخت و جلوگیری از جرم‌های جنایی متهم می‌کنند. دولت ما اصلا تو فکر کنی که نیست. خبرده بگویم، بخبر بگویم، همین رقم است. پشت هر رنجر یا یک دانه چسبکی ماندگی است. هر هفته یک چسبکی. این چه رقم امنیت؟ وزارت امور داخله میگوید که نهادهای کشفی و استخباراتی روی رهایی دکتر محب الله از چنگ ربایندگان کار می‌کنند. بخش‌های کشفی ما در این راستا کار میکنن تا این دکتر صاحب هر چه زودتر از چنگ اختطافچی آزاد بکنن. در این حال ما برای کاهش جرایم و تقویت همکاری با نهادهای مختلف میثاق‌های امنیتی را امضا میکنیم. نتوانستیم دیدگاه خانواده محب الله بارگزی را درباره ربوده شدن او داشته باشیم، اما نزدیکانش میگویند که او 4 فرزند دارد و مادر و پدرش در وضعیت خوب صحی به سر نمیبرند.